بیگمان شما را آفریدیم، سپس شما را شکل دادیم، سپس به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید، یعنی به او تعظیم کنید. پس ایشان سجده کردند مگر ابلیس، او از جمله سجده کنندگان نبود. خداوند گفت آیا چی چیز تو را از سجده کردن باز داشت در حالی که من تو را به این کار امر کردم؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. خداوند گفت تو از آن منزلت و مقام فرود آی، برای تو این حق نیست که در آن مقام و مرتبت سرکشی کنی، پس بیرون شو، واقعا تو از افراد ذلیل هستی. شیطان گفت مرا تا روزی که ایشان برانگیخته می شوند مهلت بده. خداوند گفت تو از جمله مهلت داده شدگانی. شیطان گفت چون مرا گمراه ساختی، بیگمان برای گمراه ساختن آدمیان بر سر راه راست تو می نشینم. سپس یقینا به ایشان از پیش و رویشان، پشت سرشان، جانب راستشان و جانب چپشان برای گمراه ساختنشان می آیم و تو اکثرشان را سپاسگزار نمی یابی. خداوند فرمود از آن مقام بیرون آی نیکوهی دورانده شده، بیگمان از ایشان کسانی که پیروی تو را می کنند از همگی شما جهنم را مالامال می سازند.